اگر از الله تعالی میترسید نماز رو میخوند. بعضی انسان ها هستند که میگن که فلانی اگر نماز خوان باشد من نماز نخواندم، فلانی اگر یک آدمی گناهکار مسجد میرفت اما آدم میگفت که اگر فلانچی نماز خوان باشد من کافر میگفت، من کافر نمیگفت، من عروس میگفت. مردم ما عروس گفته کافر نمیفهمند. میگه که اگر فلانچی نماز خوان باشد من عروس میگفت، یعنی که من کافر. بنابراین برادرای عزیز، من از الله تعالی میترسم، از غیر الله تعالی از هیچ کس نمیترسم، این گپی دروغ است. اگر از الله تعالی میترسید نماز را میخواند. انسان در یک روز 17 رکعت نماز است فرضش، 34 مراتبه سجده دارد، هر یک رکعت 2 سجده دارد. در یک روز 34 مراتبه فرمان پروردگار را رد کرده است. یعنی به الله تعالی سجده نمیکند این بنده. شیطان یک سجده نکرد و هم به الله نبود، به آدم بود. الله تعالی به آدم سجده کنید گفت، سجده نکرد.